سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این با دیگر موضوعها مطرح می گردند. شکرجان ظهوروف از کار پارلمان در 5 سال اخیر ستایش کرد. جلسه اخیر پارلمان تاجیکستان امروز برگزار شد و رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف از فعالیت خود گزارش داد. او از جمله تنقیدهایی را که در نسبت کار پارلمان در این دوره صدا دادند به مانند پارلمان خواب‌آلود، پارلمان بی‌کفایه و مانند اینها را بی اساس خواند. تفصیلات بیشتر را در برنامه خبری برایتان پیشنهاد می‌کنیم. یادآور میشم که روز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. درباره آخرین آمادگی به این معرکه سیاسی با کمک همکارانم از دوشنبه و دیگر مناطق کشور گزارش خواهیم داشت. اگر در برنامه امروز خبری ما را همراهی کنید، صحبت اختصاصی رادیو آزادی با محیدین کبیری، رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را می توانید ببینید. محیدین کبیری اطراف انتخاب پیشارو و مسائل دیگر ابراز نظر نمود. خاطررسان میکنم که فعالیت حزب مذکور سال 2015 در تاجیکستان منع کردند. دادستانی گفت که رهبران این حزب در تحریزی آشوب نافرجام همان سال در کشور دست دارند، اما کبیری و طرفدارانش میگن که این اتهامات اساس ندارد. و یک خبر دیگر، وزارت مدافع روسیه از کرامات شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک خواسته است که بیش از 5 میلیون روبل نفقه گرفته‌اش را برگرداند. شریپوف 2 سال پیش از روسیه اخراج کرده شد. مرکز تامین اجتماعی کمیساریات حربی ولایت مسکو در نامه‌ای به کرامات شریپوف گفته است که در این مدت او بیش از 500,000 روبل نفقه دادند که اشتباهی است و باید برگردانند. کرامات شریپوف این تصمیم را نادرست می‌شمارد و می‌گوید این نفقه خدمت‌هایی است که برای ارتش روسیه کرده است. تفصیلات این موضوع را در برنامه‌های روزهای بعدی پخش خواهیم کرد. در شهر نورسلطان قزاقستان دیروز پلیس ده‌ها ساکنان را بازداشت کرد. ساکنان که از مراسم دفن یک فعال مدنی دولت آقادل برمیگشتند تصمیم گرفتند که در مرکز شهر جمع شده طلب کنند برای تحقیق مرگ آقادل در بازداشتگاه کمیسیون مخصوص تأسیس داده شود. اما کارمندان پلیس ساکنان را بازداشت و اجباراً به اتوبوس‌ها شانده به اداره پلیس بردند. پلیس شهر نورسلطان 25 فوریه خبر داد که دولت آقادل در بازداشتگاه موقتی از درد قلب وفات کرده است. با سربازی با شناسنامه رانندگی 1 ماه بعد در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به خدمت حربی شروع می شود. هر ناحیه در کشور نقشه معین جلب سربازی را دارند و باید آن را بیچون چرا اجرا کنند. در ولایت ختلان برای جلب اختیاری 10 جوانان سن دعوت به خدمت از شیوه نو کار میگیرند. در این موضوع یک گزارش بعد 3 سال دیگر تقدیمتان میگردد. بینندگان عزیز، همه شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت میکنیم که ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو تقدیم میگردد. خدا نگهدار.